گذاشتن ریش واجب است، از فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است و از قولشان. رسول الله صلی الله علیه و سلم در عمرشان ریش خدا نتراشیدن و نه کوتاه کردن و امر کردن به گذاشتن ریش و امر کردن که مخالفت مشرکین بکنید، مخالفت مجوس بکنید، بگذارید ریشهای خدا و بروتای خدا قطع کنید. کسایی که ریش خدا میتراشند در حقیقت مخالفت ای امر رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و ای تراشیدن ریش حرام است، انسان به این گناه میگیرد و مخالفت امر رسول الله صلی الله علیه و سلم مرتکب میشه که رسول الله به گذاشتن ریش امر کرده و این مخالفت میکنه، میتراشه و در عین حال شباهت به خدا شبیه زنها میسازه و از شباهت زنها مردها را رسول الله صلی الله علیه و سلم منع کردن و همچنان زنها را منع کردن که خدا به مردها شبیه بسازن. پس تراشیدن ریش گناه داره و انسان به این گناه میگیره و از این خودداری کنه.